خوش آنان که ماشین را ندیدند، سوار خر به مقصدها رسیدند. خوش آنان که واند خرشان بود، کنار در تبیلم درشان بود. چه خوش بود روزگار خرسواری، درشکه بود و اسبی بود و گاری. پژو پارس رضاخان نر خرش بود، دو کابین رجبکور استرش بود. عوض نیسان میرزای شاطر، بکاری بسته میشد جفت قاطر. نه کس در خانهش پارکینگ خر داشت، نه از بیمه نه از لاستیک خبر داشت. نه خرتازی خر بود در بیابان، نه سرعتگیر خر بود در خیابان. کجا تا حال شنیده کس خبری، که خورده شاخ به شاخ خری بخری. راننده خر حواسش فرد نمیشد، کسی با خر به در پرت نمیشد. اگرچه مسافت با خر دور و دراز بود، ولی کوتاه‌تر از صفهای گاز بود. نه از بنزین نه از لاستیک بود خبرها، نداشتیم دود در اگزود خرها. اگر هم اگزود خری گشاد بود، کمکی باز به تولید قشاد بود. خر مشتی رجب با این که شل بود، کوچه مثل اورژانس محل بود. درختی بسته بود بر دم باغش، تا کار داشتیم رفتی به سراغش. خر پولدار و بی پول مثل هم بود، اگر هم خر نمی داشتی چه غم بود. خدایی خرسواری خیلی خوب بود، کلاچ و فرمونش یک تکه چوب بود. و جای این همه سیستم و سیدی، فقط ارعر خر میشنیدی.